به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. ما خیلی از بیماران میپرسن وقتی که پیشنهاد جراحی تعویض مفصل میشه، پیشنهاد جراحی بازسازی رباط صلیبی، پارگی منیسک یا هر جراحی دیگری که میخوایم انجام بدیم میشه، میپرسن که درصد موفقیتش چقدره. ببینید، من همیشه مثال ساده‌ای میزنم، میگم یک آشپز اگر بخواد یه غذای خوشمزه درست بکنه، لازمش این هستش که خودش تبحر داشته باشه، یعنی آشپز خبره‌ای باشه و مواد اولیه‌ای که برای پختن اون غذا لازم هست، مواد اولیه بسیار خوبی در اختیارش قرار بده. جراحی هم همین. یعنی اگر ما می‌خوایم یه تعویض مفصل موفقی داشته باشیم که سالها برای بیمار کار بکنه، هم بایستی جراح تبحر کامل داشته باشه، هم بایستی پروتزی که استفاده میشه پروتز معتبری باشه، هم بایستی که مراقبت‌های بعد از عمل و حین عمل، مراقبت‌های داخل بیمارستان و داخل منزل مراقبت‌های خوبی باشه و این یک کار تیمیه. نتیجهش میشود یک عمل بسیار خوب و موفق. البته خب بیمار هم باید ملاحظاتی داشته باشه. شما اگر که یک ماشین 0 کیلومتر مدرن رو در اختیار یک راننده ناشی قرار بدید، با همون رانندگی اول ممکنه که ماشین رو به تصادف بکشونه و آسیب جدی به اون ماشین بزنه. بنابراین من همیشه میگم که استفاده درست از پروتز هم به عهده بیماره. باید مراقب باشه عفونتی در بدن ایجاد نشه. اگر عفونت ادراری، عفونت دندانی یا هر عفونت دیگری بود، خیلی سریع درمان بکنه.